گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. شنوندگان عزیز، حالا قسم سیوم رادیو سپیکتاکل را از روی رمن استاد صدرالدین عینی غلامان به سمع شما می رسانیم. رول ها را ارتیستان تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاخوتی و ارتیستان تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدوف اجرا می کنند. موسیقی اعظم سالیف، برنده عبدالقادر منیازف. در شهر بخارا در میان سرای مدرسه میر عرب ملاهای بسیاری جمع شده بودند. اینها درباره وقف مدرسه گپ می زدند. سخن در بالای شکایت نظربای اجاره‌دار می رفت که او از دست دهقانان وقفکار برای زده پیش کردنشان او را دادگویان آمده بود. وقتی که نظربای سرگذشت از دست دهقانان شطه خوردن خود را تصویر کرده به پایان رسانید، یکی از ملایان گفت: 5 سال پیش از این همه وقف های مدرسه همون 50,000 تنگه درآمد میداد. حالا درآمدی وقفمون به 200,000 تنگه رسیده است. تنها زمین های در اجاره نظربای بوده همون 50,000 درآمد میدهد. اگر حاصلات وقفمون با همین گونه ترقی پیش رود، در 10-15 سال دیگر مدرسه ما مانند خزینه امیر درآمدی بیشمار را صاحب خواهد شد. بهترین اجاره‌دارها عارف رنگوبار است. او آدم بسیار با برکت است. هر سال وقفمان را اول او آمده به اجاره میگیرد. ما هم نقده اولین را از دست او میگیریم. بعد از آن بالا برداری اجاره جوشیده میرود. شما اجاره‌دار خوب را چی بدانید؟ عارف رنگوبار اجاره‌دار حقیقی نیست. او مقبوض خور است. درست است. هر سال عارف رنگوبار در اول کار می آید، اجاره می کند. وقتی که اجاره دار دیگر آمده اجاره را زیاد کرد، او مقبوضش را می گیرد و می رود. کسی ندیده است که یگان سال به دست او اجاره مانده باشد. اجاره دار گوجگر دیوکار شریف کیچیری است. آی تقصیرها و اول عرضی مرا شنویتان، بعد دیگر گپایتان را گفتم گیریتان. خب عرض شما چیست؟ من حاضر گفته بودم و باز میگویم که دهقانان مرا زدند، حقارت دادند، حاصلات وقف را به من نداده مرا پیش کردند. بله، و اکنون شمایان باید آرم را از دهقانان وقفکار گرفته دهید و آنها را به حالت آرید که بیچون و چرا حاصلات وقف را موافق ثواب دیدی من به من سپردن گیرند. اگر این طور نمی کرده باشیتان یا نمی توانسته باشیتان 11,000 تنگه نقده من داده را به 5,000 تنگه مقبوض به من دهیتان. و پس از آن اختیار شما یار است. خواهید اجارهتان را به عارف رنگوبار دهید، خواهید به شریف کیچری. شما برادر حالا تعامل و طرز اجاره وقف را نمیدانید. بله. شما به حجره‌داری و وقفخوری اکنون در آمدید. البته. اگر حقا حقی وقف را جمع میکنم گوییم، از زمین هایی در اجاره من بوده 20,000 تنگه هم نمیروید. جان سپاری ما بر این اجاره دار هاست که شما اینقدر مبلغی کلان را میخورید.
خب حاضر چاره یافتن در کار است که دهقانان بیچون و چرا به دادن حق وقف راضی شوند. ملا بچه ها را جمع کرده برده وقف ها را خرمرد کردن در کار است. وقف کارها را به قاضی خانه برده تعزیر کناندن در کار است. تصدق بعد از تعزیر با چوب یا دره تعزیر بالمال هم کناندن ضرور است که علم تعزیر بالمال از علم تعزیر با چوب هم سخت‌تر می باشد. البته تصدق، البته. برای تعزیر بالمال کردن مال داشتن آنها لازم است و حال آن که آنها چیزی ندارند و دست و پاهاشان از زمین و آسمان کندگی است. پس به فکر شما چگونه جزا دهاندن لازم است؟ کنی تصدق درباره کافری آنها روایت علما کرده همه‌شان را سنگسار کناندن لازم است. همه اینها چاره های رویکی است. از این چارش کم سر نمی شود و به کیسه چیزی هم نمی درآید. به فهم من چاره حقیقی آن است که من اندیشیدم. چاره حقیقی در فکر شما آمده چیست؟ آن چاره است که در نتیجه آن پولی وقف روید. خود آن چاره چیست؟ شما چگونه کله‌ورم هستید که چاره حقیقی را نمیفهمید؟ چاره حقیقی آن است که در نتیجه آن پولی وقف روید. گفتن کو سخن شما هم یک گپی خشک و خالی است به فکر من. لا نسلم که سخن من گپی خشک و خالی باشد. چرا جایز نیست که چاره حقیقی باشد؟ کسی که چاره را تکلیف میکند که در نتیجه آن پولی وقف میروید ممکن است که چاره او اندیشیده چاره حقیقی باشد. امکان موجب وقوع نیست. مثلا مرغ عنقا از جمله ممکنات است و حال آنکه هیچ کس او را در دنیا ندیده است. بله. مدرس که تا حال به گپ همراه نشده به سری سینه اش نگاه کرده پیچ راست زنان تسبیح گردانده نشسته بود گفت خوش فکر متولی را هم شنویم. متولی آدم عوام است. او خدمتگار مایان است. سخن او چی اعتبار دارد؟ دمشن بی ادب. چرا من دم می نشستم؟ اگر شما از وقف این مدرسه برای دستگوییتان حق گرفته باشید من از حجره های زر خریدم حق می گیرم. مدرس به متولی که از سخن ملای سر حجره دماغش سوخته پیشانه اش را ترش کرده نشسته بود گفت مرحمت کنید فکرتون را گوید. این واقعه نه تنها به نظربای اجاره‌دار و نه تنها به مدرسه ما دخل دارد بلکه این به همه زمین‌های وقف به همه وقف کاران و وقف خوران دخل دار است. میبخشید برای ایشان قاضی کلان هم دخل دارد زیرا آن شخص هم از اجاره وقف مهرانه میگیرند. درست. از همین اجاره 50,000 ما که حالا جنجال بالای آن می رود به حساب هر هزاره 5 تنگگی 250 تنگ مهرانه گرفتند. نه زیاد گرفتند. از همین اجاره که 5 بار وثیقه شد در هر بار مهرانه علاهیده گرفتند که همگی 675 تنگه شد. معلوم شد که چرا ایشان قاضی کلان اینقدر اجاره بر بالای اجاره مقبوض بر بالای مقبوض کرده کار اجاره قطع روزی فصل را این همه طول می دادند. معلوم شد. مگر مخبوز و مهرانه از کیسه شما رفت که اینقدر داد میگویید؟ همش از بالای دهقان دیا. و با شما چی؟ از ما نحن فی یعنی از آن چیزی که ما در بالای وی گپ میزنیم
بیرون نبراید. اگر ما امروز این کار را سهل گیریم، وقفکارهای دیگر، اجاره‌دارهای دیگرمان را هم زده پیش میکنند. این وقف ما 10 است. آنگونه هم زمین های وقف داریم که از حاصلات آنها 1.5 برای وقف گرفته می شود. وقتی که وقفکاران برای همین وقف 10 سبوک اینقدر آشوب برپا کنند، مگر وقفکاران 1 یا نصفیده آرام می نشینند؟ هم نمیشینند البته. وقفکاران این زمین ها هم 10 میدهند، زیرا اگر اینها برای وقف 10 دهند، برای املاک پادشاهی هم 10 میدهند که همگی 10 می شود. دمشین صحرایی. حتی دومچه های وقفکاران مسجد و مدرسه های دیگر هم آب میگیرند که در آن صورت یک دشواری کلان برای همه وقف ها روی میدهد. گپ را بسیار دراز نکنید و چاره حقیقیت آن را گویید. چاره حقیقی را گوید تصدق. مرحمت گوید. چاره حقیقی این است که من ایشانی مدرس و یک چند اهل وقایف کلان به پیش ایشان قاضی کلان و میر قشبگی رفته حقیقت کار را و چقدر مهم بودن این واقعه را به آنها فهمانیم. آنها یک فرمان قطعی 2 مهره به نام 4 حاکم تومن دهند و آن فرمان را با ملازم و شاگرد پیشگانی برنده در رنده فرستانند که پیش دهنی وقفکاران را به دست در آورده به جزای سخت 2 کنند و با این تدبیر باقی مانده هاشان برای اطاعت کردن به اجاره‌دار مجبور شوند. این کار برای ایشان قاضی کلان و 4 حاکم تومن هم به منفعت نمی شود. تصدق. برای ایشان قاضی کلان و 4 حاکم تومن مهرانه و برای شاگرد پیشه و ملازمان خدمتانه می روید. درست وقتی که کلانان به پیش ایشان قاضی کلان و میر قشبگی می روند، باید ملا و چگان هم توده شده به در قاضی خانه و پیش ارک رفته شوخون برارند تا که سبب شورش عامه ملایان بودن این واقعه به حاکم معلوم شود. البته. درست. با این کار جنجال وقف و دعوای نظربای برطرف می شود. اما دعوای من چی می شود؟ دعوای شما دعوای حقارت مقرری است. شما هر وقت می توانید که کسانی خودتان را حقارت کرده را پیش قاضی تومن برده آرتان را از آنها گیرید. و دعوای من چرا دعوای مقرری می شده است؟ و حقارتی به من شده حقارت علما می شود. حقارت علما حقارت شریعت است. یا حقارت شریعت باشد حقارت خدا و رسول او حساب می یابد که این کفر و مرتدی است. جزای کافر و مرتد قتل، بدارکشی و سنگسار کنی است. شما آنقدر ملا هم نیستید که حقارتی علما حساب یابد. چرا من ملا نباشم؟ و چند سال خاکی مدرسه را لیسیده تحصیل علم کردم. کفش برداری استازها را بجا آوردم و اهل سله شدم. درست است کویا، لیکن خط و سواد ندارد دیگه. مادام که خاک مدرسه لیسیده است ملاست. حق است. برای ملایی خط و سواد شرط نیست، وگرنه بیشترین ملاهای در اینجا نشسته از صف ملایان باید برایند. با خط و سواد آدم ملا نمی شود، وگرنه باید بای ارجی هندو هم ملا باشد. چرا خط و سواد مسلمانی خوب دارد میگویند. و حال آنکه نه تنها ملا نیست حتی مسلمان هم نیست. به خط و سوادی برای ملا چی ضرورت دارد؟ پیغمبر ما هم به خط و سواد بودند. خب گوید
دعوای شما با کی ها؟ به همه دهقانان گشنه پرزوری که به دهنه عبدالله جان تابعند دعوا دارم. مگر همه آنها شما را زدند؟ نه، همه‌شان نزدند، بلکه چند نفرشان زدند. لیکن اگر راست آید همه‌شان هم مرا میزنند، حتی میکشند. مگر همه آنها را جزا دادن در کار است؟ ها تقصیر همه‌شان را سنگسار کردن در کار است. نه مطلقانه کار این طور نمی شود. اگر همه آنها را سنگسار کرده کشانیم، پس زمین های وقف و املاک را کی میکند؟ و ما شما را کی سر میکند؟ تقصیر. شما یک چند نفری آنها را نام برید، همانها جزای سخت بینند. این جزا به دیگران عبرت شود تا که آنها ترسیده بعد از این به شما و سایر علما بی‌حرمتی نکنند، حقی وقف را نخورند و چیزی را که به شما لازم باشد داده ایستند. این طور باشد تقصیر، من بدترین آنها را نامبر میکنم، شما نویسید. خب. با اشارت متولی میرزای او قلم و کاغذ را به دست گرفته به نوشتن تیار شده ایستاد. مرحمت کنید، گویید. یکم غلام حیدر. گناه او چیست؟ گناهی یکمی آن دزدی است. مگر غلام حیدری دهنوی را میگوید؟ ها، از دهه میم است که تابع دهنوی عبدالله جان است. او را من بسیار وقت باز میشناسم. آن جوان نیست که دزدی یا یگان کاری بدی دیگر کند. به دلیل و شاهد یک آدم را دزد گفتن باید آن قدر خوب نباشد. مگر غلام حیدر از غلامان است؟ ها، از غلامان است. برای دزدی و بدی غلامان هیچ یک دلیل و شاهد در کار نیست. همه غلامان دزد و بدکردارند. غلام حیدر از دزدان عادی نیست. آن دزدی مالی وقف و املاک است که از چاش من تمغه زده مانده جو دزدیده است. باز گناه او چیست؟ او سر شد و دهقانان دیگر با او مرا خرمورد کرده زدند. خرمورد کردند؟ حیفا که خر نمرده است. باز چی؟ علما را حقارت کرد، به شریعت زبان رسانید. باز چی کرد؟ دیگر کارهایش از خاطرم برآمده است. اکنون گناهکار دیگر را نویسید. خوب، گویید. دیگرش سفر است که این هم به خرمورد کردن من همراهی کرد. این هم دزد است. همین سفر ها؟ مگر این هم از غلامان است؟ غلام نباشد هم از غلامان بدتر است. یک دهقان پای برهنه شوره پوشت است. کار دهقانان پای برهنه از مال وقف، املاک و حق خوجینانشان دزدی کردن است. مدرس از متولی آن شخص نامعلوم را نشان داده پرسید. این وکیل دهقانان کیست؟ در مدرسه یک ملا بچه آریت نشین هست. یک بار دو بار به حجره آن ملا بچه در آمده برآمدن آن آدم را دیده بودم، اما شخصش را نمیشناسم. ملا بچه را که حجرهش را اغواگرخانه کرده است به مدرسه کی راه داده است؟ تقصیر. چی میگویی؟ خودی آن ملا بچه جدید بر این می نماید. من چند بار در دست او گزید دیدم. یا توبه. من دیدم گزید دیدم به حق خدا. یا نعوذ بالله. نگم در کجا بوده است؟ خودی این آدم ناشناستان هم از جدیدان مشهور است. این را شاکر غلام میگویند. یک روز این آدم با آن ملا بچه آریت نشین در راه هر دو گبزنان میرفتند. من از پس آنها میرفتم. من شنیدم که این آدم با آن ملا بچه میگفت. چی میگفت؟ اگر زمین ها اولپان میشد مردم از همین خسبور و بردار خلاصی میافتند. گیرید
این کافر را خرمود کنه. ملا و ملا بچگان هم از جایشان خسته مشتشان را گره کرده دستهاشان را یازانده به طرف آن شخصی نامعلوم که شاکر غلام نام برده شده بود هجوم کردند. اما او در وقتی که نام خود و جدید بودن خود را از زبان آن ملا بچه شنید گریخته بود. هجوم کنندگان او را نیافتند. مدرس که شکار یکم خود را از دست برآورده بود تازه های خود را به طرف شکار دویم به طرف حجره ملا بچه عاریت نشین برانگیخت. ملا و ملا بچگانی در میان سرای مدرسه غن شده مانند گله شغالان هواس زده به طرف درون مدرسه نگاه کرده دویدند. مجلس ویران شد. کافر بچه در سال 1917 در آخرهای ماه اپریل که از اولهای بهار است هوا چنان که در ماههای ایون باشد سخت گرم شده بود. دهه ام که در دامن چول قزل واقع شده است رنگ خمدان خشت آتش افروخته را گرفته بود. اما چارباغ ارمان پالوان که در همین ده واقع است از این منظره عمومی دیگرتر یک منظره داشت. سحر ملاها و کلان شوندگان دیه های اطراف مهمان او شدند. بعد از دعای فاتحه ارمان پالوان به مهمانان نگاه کرده پرسید: چطور هستتون؟ در تومن ها چه گپ ها هست؟ خدا را شکر. در شرف دولت جناب عالی و غیرت شما بیکها سلامتی است. از غذا آمدنشان را شنیدیم و زیارت کنیم گفته آمده تشریف دادیم. میبخشید. خوش آمدیتان بالای دیده. ای بچه ها چای دسترخوان بیاریتان. در بخارا چی گپ؟ آیا جدیدها تمام شده مملکت آرام گرفت؟ حاضر یک درجه آرامی روی داد. چند نفر از جدیدان 75 چوبی جزا دیدند. یکی از چوب خوردگان مرد. دیگرانش هم در بیمارخانه کاگان در حالت مردن افتاده خوابیدند. جدیدانی هم که به دست نافتادند و جزا ندیدند از شهر گریختند. آنها در کاگان با زن و بچه هاشون در نامر مانند روس ها زندگی میکنند. آنها اکنون از مملکت و مردم جدا شدند. نصرالله قشبگی که جدیدان را طرفداری کرده بود با زن و بچه و نزدیکان خودش به کرمینه بدرقه شده در آنجا محبوس گردید. به جای او میرزای اورگنجی قشبگی شدند. از مفتیان حاجی اکرام که در وقتش به مکتب جدید فتوا داده بود با زن و بچگانش به غزار بدرقه گردید. رئیس نوی بخارای شریف عبدالصمد خوجه که آن هم جدید بوده است معزول شده خانه نشین گردید. از کرنمکان دربار عالی میرزا صحبابی و حاجی دادخواه هم به قبادیان بدرقه شدند. محرمان ارمان پالوان دسترخوان را پهن کرده بر روی آن لعلی های شیروار و نانها را گذاشتند. چای کبود را از دهلیز کشیده در آوردن گرفتند. مهمانان با صاحب خانه به نانخوری و چای نوشی در آمدند. تمام مملکت ترکستان تا اورنبورگ به اختیار جناب عالی گذشته است گفته آغازه کردند. این راست است؟
برام چای گیره. حاضر راست بودن این آوازه معلوم نباشد هم عاقبت باید همین طور شود. پس از بیکار کردن نیکلای روس‌ها به جای او کی را پادشاه برداشتند؟ ها؟ حالا در مملکت روسیه پادشاه نیست. کاری حکومت را میلیکوف و کیرینسکی بر این کسانی که از طرف دوما خانه مانده شدند راه روانده ایستادند. دوما خانه چیست؟ دوما خانه خانه است که در آنجا آقسقالان و کلانشوندگان مردم جمع شده می نشینند. چنانه که در هر شهر روسیه از جمله در تاشکند، سمرقند دومخانه شهری هست، اینچنین در پتربورگ دومخانه است که در آنجا آقسقال‌های تمام مملکت روسیه جمع شدند. پس از بیکار کردن پادشاه همین دومخانه مملکتی از درون خود وزیرها خواسته کاری حکومت را به آنها سپرده است. انا همین وزیرها حالا حکومت شده نشستند. چنانه که رمه های گوسفند را بی چوپان و سگ سرابانی کردن ممکن نیست. این چنین مردم و فقرا را هم بی پادشاه و حاکمی سرشته کردن امکان ندارد. آخر مردم اوروس را دانا می گفتند کو؟ عقل آنها به کجا رفته است که در فکر بی پادشاه حکومت کنی افتادند؟ پادشاه را داناهای اوروسا بیکار نکردند. به سبب این جنگی دور و دراز مملکت خراب شده مردم به گرسنگی افتادند. از این گرسنگی پای برهنگانی که امروز را یابند فردا را نمیابند بیشتر ضرر دیدند. به همین طریقه کارگران فابریکه و زوادها، سالدت‌های به جانشان رسیده و دیگر پای برهنگان به مقابل پادشاه خیستند. دومخان هم که از ناعوده برای نیکلای و وزیران او تنگ شده بوده است با مردم ناراضی همراه شده پادشاه را بیکار کردند و مملکت هم تمام بی‌سر شده مانده است. میلاش روس‌ها در بین خود جنجال کردن گیرند. هرچی شود شود. ترکستان به دستی جناب عالی گذرد. دولتی عالی وسیع شده ولایت و تومنها زیاد شود. در آن وقت به ما بر نیمچه ملاها هم که در یک کل مسجد امام شده بزرگ روز گذرانیده گشتیم قاضیگی و رئیسی خواهد رسید. ادام لالا به همین کل مسجد شکر گفتنی شینه چی؟ خدا همین رو هم به شما پر نمیبیند. چرا؟ حاضر در قلمروی جناب عالی از تومنها و املاکها گرفته تا قرغانها چند جای قاضی و رئیس نشین هست. پس از آن که به بالای اینها صدها تومن و شهرهای مملکت ترکستان هم زم شود قاضیگی و رئیسی به ما نرسد به کی برسد؟ به این همه تومن و شهرهای نو از کجا ملا یافته قاضی و رئیس میمونند؟ گپ به بالای این نیست. گپ در اینجاست که اگر روسیه آسوده نشود در ما هم آسودگی دوام نخواهد کرد. من در کاگانی کونه یک واقعه عجیب را دیدم. خوش. این واقعه در وقت گرانیده ایستادن میرزا نصرالله روی داد که پس از 75 چوب خوردن در ارک عالی در بیمارخانه کاگان مرده بود. مرده او را با جدیدان بخارا، مردکاران زوادهای پخته و روغن کاگان، کارگران راه آهن، سالدتهای روس و دیقانان بی سر و پا که از دیه های اطراف کاگان جمع شده بودند برداشته آمدند. در وقت گرانیدن او هر گونه سخنها گفتند. بعضی جدیدها برآمده ما نقاری تو را خواهیم گرفت. بر این سخنهای سربسته گفته باشند هم یکی از مردکاران این زواد پخته برآمده کشاد و روشن کرده گفت که ما نقاری تو را از امیر خواهیم گرفت و ما امیر در کار نیست. یا توبه نعوذ بالله خدا نگاه دارد. اورمان پالوان دل مهمانان خود را که با شنیدن این حکایت خیلی شکسته بود قدر برداشته ماندنی شده علاوه کرد.
درست است که حالا این یک سخنی خشک و خالی است، یک تپ تپی زغام است. از دستی 100 و یا 1000 پای برهنه چی می آید میگویید؟ لیکن تا بعد نگویی نیک نمی آید گفتند. اگر بیسری مملکت روسیه دراز کشیدن گیرد، آسوده ایستادن مملکت ما هم دشوار خواهد شد. جدیدها کی؟ و چی کارند؟ اینها عاقبت چی کردن میخواهند؟ جدیدها مسلمانانی گزیت خوانند. به اینها از ایرانیان و جهودان بخارا هم خیلی آدم همراه شده است. اینها پیشتر مکتب های اصولی جدید کشاده شود و درسی مدرسه ها اصلاح شود می گفتند. بعد از بیکار شدن نیکلای مملکت اصلاح شود، خرید و فروش حجره های مدرسه برهم خورد، خرج و دخل مملکت به حساب گرفته شود. در حالتی که جناب عالی پادشاه شده ایستاده باشند، از ما وکیل ها خواسته شده و به اجرای این کارها همراهی کنند. بر این سخنهای بی سر و بون گرفتند. الها توبه توبه. مگر این مملکت اصلاح کنی است؟ برعکس، این کارها شریعت و مملکت را ویران کردن است. اصلاح آدم های ویران همین گونه ویرانکاری می شود. آره، جدیدها در اولهای بیکار شدن امپراتور همین گونه ویران کردن مملکت و شریعت را طلب کنند هم به ذات همایونی جناب عالی زبان نمی رسانیدند. اما پس از گریختن جدیدان به کاغان کار رنگ دیگر گرفت. از قاضیخانه ملازم آمده است. با پالوان کار دارم میگوید. گوی درآید. خوش شده است. یک شخصی که میانش از روی با فوطه بستگی بود از دری دهلیز در آمده پس از سلام دادن به نشستگان از بغلش یک خط لفافناک برآورده به اورمان پالوان داد. اورمان پالوان خط را گرفته پس از آن که مهر لفافه آن را از نظرش گذرانید به ملای کلان دراز کرده. مگر این مهر شریعت پناه است؟ سیاهیش نغز نگرفته است، ولی نقشش نقش مهر قاضی خودمان بر این می نماید. خوانید که چی نوشتند؟ ملای کلان پس از آن که چشم خود را تنگ کرده سرتاپای آن را از نظرش گذرانید به ملایی که در پهلوی خودش نشسته بود دراز کرده. این را شما خوانید چی؟ عینک من در خانه مانده است. این عینک من هم در خانه مانده است. ملای سیوم خط را گرفته پس از آن که 2-3 بار از نظرش گذرانید دکه خورده خواندن گرفت. اخلاص آثار و حقیقت شیار ارمان پالوان را آنکه به گرفتن این رقعه فوراً به دارالقضای تومن شافریکام به خواجه عارف ماهی تابان رسیده آید. باقی السلام علیکم. خیریت که دام الله، عینک شما هم در خانه‌تان نمانده بود است. وگرنه ما مجبور می شدیم که خط را برده به خودی جناب شریعت پناه خوانانیم. خب من می روم. خیر، سفرتان بی خطر باد. راه سفید صحت سلامت رفته بیایید. اله آمین. خدا راه سفیدی آمین. ملازم از مهمانخانه برآمد و اورمان پالوان هم از جایش خسته لباسهایش را پوشیدن گرفت. ملایان و کلان شوندگان هم از جایشان خیستند.
در خواجه عارف در مهمانخانه قاضیخانه تومن شافرکام امینها، آقسقالهای کلان و کلان شوندگان تومن جمع شده بودند. در لب صوفه مهمانخانه به سر زینه یک ملازم می ایستاد که او بی رخصت قاضی هیچ کس را به مهمانخانه حتی بروی صوفه هم راه نمی داد. من از قاضی کلان معزود برهان الدین مخدوم و از وکیل‌های ملایان جناب دام الله قطب‌الدین و دام الله خال مراد به همین مضمون خط گرفتم. نظر به خط آنها معلوم می شود که گویا اکنون در بخارا جدید نمانده است. یگان جدید یافت شود هم اینها آن جدیدانی هستند که کلمه عرض کرده از سر نو مسلمان شدند. خب چیکار کردنمان لازم است؟ چی باید کردنتان به خط مخفی جناب میرزای اورگنج خوشبگی آشکارا نوشته شده است کو. نظر به این خط شمایان که کلان تومن هستید باید اسبدارانی در تومن بوده را بر روی خط گیرید. جوانان اسبداری هر موضع را در همان موضع به دست یک سردار سپارید که آنها را کوبکاری و جریش تازانده به هنر جنگ عامل کنند. جدیدهای گریزه و عموماً کسانی شبهناک را به دست درآورده به قاضی خانه سپارید. عموماً از پست و بلندی تومن خبرداری کرده به هر کار تیار استید. در این خطها درباره غلامان مگر چیزی نیست؟ درباره غلامان چیزی جداگانه ننوشتند، لیکن از این خطها به خوبی معلوم می شود که خواه غلام باشد خواه اصیل زاده، خواه خواجه باشد خواه قرچه، خواه تاجیک باشد خواه ازبک، خلاصه کدام کس که باشد اگر از وی به مقابل جناب عالی یا حاکمان و یا ملایان یگان حرکت دیده شود و یا از وی علامت جدیدی ظاهر گردد در حال دستگیر کردن در کار. لیکن کاری غلامانی که در تومن ما هستند یک قدر دیگرگونی دارد. از بس که بایهای تومن ما در زمان قدیم قلعچی بودند بسیار غلام خریده گرفتند و غلامانی خانزاد بسیاری هم رسانیدند که اولاد آنها در درون ما خیلی بسیار هستند. حتی در طرفهای دهنوی عبدالله جان غلامان نام دههی جداگانه هست که همه اهالی آن ده اولاد غلامانی پیشترند. در خودی دهنو هم به نام چوجه ها یک جماعه هستند که اینها را هم از اولاد همان غلامانی پیشتره میگویند. خوب، در تومن ما غلامان بسیار بودند. از این چی میبراید؟ سخن را کوتاه کنید. شما چی گفتن میخواهید؟ من برای این غلامان یک چاره جداگانه دیده شود میگویم. شریعت پناه گفتند که خواه غلام باشد خواه اصیل زاده آدمانی بد دستگیر کرده شوند. مگر همین به شما جواب نشد؟ حالا من مدعای خودم را تمام نگفتم. اگر شریعت پناه رخصت دهند گپ زنم. مرحمت کنید، گپ زنید. به مقابل جناب عالی و حاکمان حرکت کردن غلامان تومن ما را منتظر نشده آنها را دستگیر کرده جزای سخت دادن در کار است. زیرا آنها در بالای مالیت و دیگر کارها به جناب عالی اطاعت نکردنشان را پیش از این چند بار نشان دادند. پدر و بابای اینها غلام گذاشته باشند هم. از میانه چند پوش گذشته حالا از اهالی محلی بفر شده رفتند. بنابراین برای آنها چاره الهیده دیدن باید مناسب نباشد. آنها کی به اهالی محل یک شده رفتند. آنها از ضرورت زمانه خودشان را مسلمان شمرده می‌کردند. اگر تگ دلی آنها را کافته بینید مذهبی دیگر دارند. یعنی در تومن چقدر که غلام باشد همه‌شان را دستگیر کرده کشتن در کار میگوید ده. کشتن در کار نباشد هم آنها را سخت گرفتن، تعذیب کردن، حبس نمودن و به زندان فرستادن در کار است میگویم. نه، این درست نیست. در درون غلامان چنان آدمانی هستند که از ما و شما زیادتر به جناب عالی جان سپاری کرده ایستادند.
آن چگونه غلام بوده است؟ مثلا فرزندان پولادبای جعفریگی. مگر آنها غلامند؟ شما جوان هستید، احتمال که ندانید. اما من پدر و بابای پولادبای را میدانم. بابای کلان پولادبای به صفت غلامی فروخته شده است، اما در زمان آزادی به پدر پولادبای خدا دولت داده است. اینها به پیکال زمین، به انبار غله، به سرای مال، به رمه گوسفند صاحب شدند. دولتمند که شدند، غلامیشان هم از خاطرها فراموش گردیده است و پولادبای عرب گفته نام برآوردند. حالا پسر پولادبای، عبدالله بچه، در جنجال جدیدان به سبب جانسپاری هایی که به جناب عالی نشان داد، به عمل تقصبیگی سرفراز شد. این را میدانم. نارقراول بیگی سخن حید امین را تقویت داد. مصلحت امین درست است. اگر به یگان کس تو آدم گنده گفته چقیدن گیرید، ناچار به کوچه بدی افتاده می رود. چنانچه به مرشب تومن وغامزه مرزا عثمان از 4 طرف تو جدید گفته چقیدن گرفتند. آخر که به جانش رسید، مرشبی را پرتافته رفته به جدیدان همراه شد. وگرنه کسی که مرشب شده استخوانش از نان و نمک جناب عالی سخت شده است، مگر به جناب عالی تیغ میکشد. بر پدرتان رحمت. من بیشترین کار ملاها را هم خوش نمی کنم. من در بخارا دیدم ملاها در کوچه و پس کوچه ها جدید کاوی کرده می گردند. هر کس که هر کسی را دانسته یا ندانسته این جدید است گفته نشان دهد، در حال او را از گریبانش گرفته به پیش مسجد یا به پیش وکیل ملاها کشاله کرده میبرند. او را خواری میدهند، رسوا میکنند. پس از آن که به وی کلمه عرض کننده گویا او را از سر نو مسلمان میکنند. و حال که اگر در حقیقت آن آدم کافر شده باشد، مگر با گفتن کلمه در حال مسلمان می شود؟ همه این مقرر است که هر وقتی که یگان کار شده ماند، اول همین آدم رسوا شده که دوباره مسلمان شده است رفته سر دامالله قطب‌الدین را می برد. های آهسته تر. دیوار مش دارد، موش گوش دارد گفتند. اگر همین سخنی شما را کسی شنود و دهن به دهن به گوش دامالله قطب‌الدین رسد، نه تنها شما بلکه من هم جزا میبینم. راست گفتید. آفتاب نوری خود را به بیابانی وسیع پهن کرده بود. گوسفندانی در کوره بوده بیدار شده از جایشان خسته معاص زده حرکت می کردند که زودتر
به چرا برآیند. در روی سوفه 4 دانه کوماچ گرم گذاشته بودند. با دیدن نان گرم آب دهان شاکر که خیلی گرسنه بود چکیده آمده باشد هم به نان دست دراز نمی کرد. او چایجوشی در پیشش بوده را هر زمان یک بار گردانده به سری دسترخوان آمده نان شکستن میزبانان را انتظاری می کشید. قلمراد کوماچ را با دست خود پاره کرده مهمان را به نانخوری تکلیف کرد. شاکر از چایجوش که چایش قریب سرد شده بود به کاسه ریخته برای نوشیدن به پیش لبش برد و پس از چشیده دیدن طعم چای رویش را در هم کشید. مگر به چای نمک انداختیتون؟ نه، نمک خودش است. چطور؟ مگر خودی چای نمک داشته است؟ آب چاهایی که در چولی ما هستند بیشترین شورند. حالا این از بهترین آبهای ماست. این آب را ما از یک چایی که قریب نیم سنگ از ما دور است میاریم. اما آب چاهای خودمون را به دهان گرفتن ممکن نیست. قلمراد کوزه را به پشتش برداشته آورده به سری آتش دام ماندن یوسف را دیده گفت: انا همین آب را هم برای نوشیدن این بچه از همان چای شیرین آورد. بیا یوسف، بیا نان خور. چرا در درون نانهایتون کاه است؟ کاه نیست، سبوس و سوزنک آرد جو است. چرا نبیخته پختیتون؟ خوجاین همین طور فرمود. اگر آرد جو را بزید نیمش به سبوس میبراید میگوید. خودی خوجینت هم مگر از همین نان میخورد؟ نه، در هر آمدنش برای خودش از خانهش نانی گندمی آورد. مگر این سگ خوراک نمیخورد؟ خوراک میخورد، اما بیجیغ زدن خود به خود به سری خوراک نمیرود. اوی خالدار رفته خوراکت را خور. نام سگت به رنگ خودش مناسب بوده است، لیکن افسوس که با پسر قشبگی هم نام شده است. چطور؟ نام یکی از پسرهای قشبگی نو میرزای اورگنجی هم خالدار بیگی جان است. خوب، هم نام شده باشد چه ضرر دارد؟ این گونه یک سگ با عقل و با ناموس حیف است که با یکی از آدمان بی ناموس امیر هم نام شود. ای شما با آدمان امیر بسیار دشمن شده مانده دیگه کشاکر. آدم با آنها ناچار دشمن می شود. اینها با جور و جفا مردم را خانه ویران کردند، دنیا را از فسق و فساد پر کردند. جور و جفا و فسق و فساد کنندگان تنها آدمان امیر نه. چنانچه خوجاین من در مدت همین 10-15 سالی که من یاد دارم از قشلاق خود زمین‌های 20-30 دهقان را به دست خود درآوردم. آنها را به در خود یتیم، چاره کار و مرد کار کرد. این جور نیست. آنها زمینشان را فروختند. این خرید است. اگر دانید که چی گونه خریده است شما هم میگویید که جور است. اول با بهانه توی، عزا، جنجال که همه این را خودی او به سر آنها آورده بود آنها را قرضدار کرد. بعد فایده بالای فایده زن کرده مجبور کرد که آنها زمینشان را به این فروشند. ما تابستان و زمستان در برف و باران، در آفتاب سوزان گرسنه و تشنه، سر و پا برهنه در چول و بیابان از پس گوسفندان میگردیم. خوجاین باشد هر سال پوست فروخته خورجین طلا و تنگه رو به خانه خود میکشاند. اینقدر پول رو چیکار میکند؟ چیکار میکند؟ باز گوسفندش رو زیاد کند، باز زمینش رو زیاد میکند. امیر هر سال به یلتا رفته چیکار میکرده باشد؟ این هم با همین پولها هر سال به مولانا آباد و سیم رفته همون کارها را میکند. فسق و فجورش تا به درجه است که حاضر سینش از 50 گذشته 4 زن نکاحی داشته باشد هم به زن یتیم در خانه خودش چسبیده است. سیرش یله شده بود، اما بای به آبروی نشود گفته کلانان دیه بالای کارش را پوشانیده فرستادند. در این گونه کارها هم پول صرف می شود. بله من این گونه بایها را آدمی نغز نمیگویم، لیکن اگر امیر و آدمان او نغز می بودند اینها هم نغز می شدند. در کتاب ها مردم به دین پادشاهشان می شوند گفتند. معنی این آن است که اگر پادشاه عادل باشد بای، ارباب و اقساقالانی در تحت دست او بوده هم عادل می شوند. اگر او ظالم باشد اینها هم ظالم می شوند. من یک آدمی نخواندم، کتاب میتابتان رو نمیدانم. با عقل کوتاه خود دیگر گونه تر فکر میکنم. تو چطور فکر میکنی؟
من فکر میکنم که گوشت نغز، شوربای نغز، شیر نغز، جرغات نغز، اگر گوشت نغز را جوشانید شوربا هم نغز می شود. اگر شیر نغز خوابانید جرغاتش هم نغز می شود. اما شوربای گوشت بد و جرغات شیر بد هم موافق خودش می شود. امیر و آدمانی او هم یک چیزند که آنها را همین بایها، همین ارباب و آقسقالها برداشته برآوردند. یعنی شوربای همین گوشت و جرغات همین شیرند. بنابراین اگر از دستتان آید اول همین ها را درست کردن یا اینکه برهم دادن در کار است. شاکر که در این مناظره هم ملزم شده بود و برای دیگر طرف بردن سخن و به خود سامعان قابلتری دیگر یافتن پرسید: روزی و سفر غلام هم در این چولند؟ آنها در اینجا نزدیکند. حاضر بچگان ما رمه را بچه را میبرارند. با اینها تعیین میکنیم با آنها راست آمده گفته میفرستانند. درست. اکنون شما اندک یازید. درست، یازم هم میشود. شاکر با تفسیش آفتابی نیمروزی تابستانی غرق عرق شده از خواب بیدار شده دید که قلمراد با روزی و سفر غلام در سایه خانه سیاه نشسته اند. اوه 3-4 ساعت خوابیده موندم. چطور هستی روزی؟ تو چطور سفر؟ شکر از خودتون پرسیم. شکر خدا از خاک بیرون گشتم. شاکر اکا او پیر شده مونده بریشتون سفیدی افتیده است؟ ریشی کسی که سالش از 50 گذشته است مگر سفید نمی شود. حالا هم من سیاه پیر بودم که سیاهی ریشم از سفیدیش زیادتر است. او خودت به چند در آمده که به همین ریشت سفیدی افتاده است؟ من با 45 در آمدم، اما مرا عمر پیر نکرده است، بلکه مهنت سیاهی نیم سر نیم گرسنه کرده آمده ریشی مرا سفید کرده است. شاکر اکا من 28 ساله شدم لیکن به حالش ماندم. سفیدی ریشم از سیاهیش زیادتر می شد، اما برای برداشتن دل کلینتان هر پگاه تارهای سفید شده ریشم را کنده می گیرم. برای برداشتن دل او را برداشتن گیر. ریشکنی چی لازم است؟ قلمراد کله پوشش را از سرش گرفته سرش را خم کرده به مهمانان نشان داده علاوه کرد: من 26 ساله شدم. با وجود این موی سرم تماما سفید شده است، لیکن با این موی سری سفید هیچ ایبا نکرده به پیش کلین که 20 سال عمر دارد رفتن میگیرم. سفر غلام دید که موی سری قلمراد از تپه سرش تا پیشانه اش ریخته مانند میسی در آتش تفسانده صبح سرخ شده مانده است. خوب است که موی سرت ریخته است، وگرنه اگر من به کندن ریش مجبور شده باشم تو مجبور می شدی که موی سرت را کنی. در هر حال ریش کنی از موی سر کنی آسان تر است. تو که نو خاندار هستی، برای خود آرایی این طور عذابها را کشیده میگردی. من باشم برای خورسندی کلین نه ریشم را میکنم نه موی سرم را. مگر تو به نزدیکی خانه دار شدی؟ مبارک شود. کنی کی خانه دار شدی؟ خدا مبارک کند. 1 سال شد. از کجا خانه دار شدی؟ حکایه این را نپرسید. من 15 ساله بودم. با تو را خانه دار میکنم گفته مرا به خدمت گرفته بود. 10 سال خدمتش را کردم. سالم به 25 رسید، اما از خانه‌داری درک نشد. من کاری بای را پرتافته برآمده رفتنی شدم. با یک دختری خانه داشت. او را در وقت 10 سالگیش در سال قحطی
از خویشاوندانی خودم به 1 پوت جواری خریده گرفته بود. آن دختر 10 سال باز در خانه بای خدمت میکرد. ناچار همین دختری خانه را به من نامزد کرد. باز 2 سال دیگر خدمت کردم، اما از نکاح درک نشد. باز قهر کرده از در خانه بای برآمدنی شدم، اما ارباب و اقساقالها در میان در آمده به شرط 10 سال دیگر در بای خدمت کردن همان دختر را به من نکاح کرده دادند. او را در کجا شناندی؟ خانه در کوچه غلامان بوده پدرت کو ویران شده رفته بود. حالا هم او در خانه بای است. با گاودوشی، مال پروا کنی، جامه شویی، آشونان پزی مشغول است. من باشم سال 12 ماه در چول می باشم. راست. او زنی من شده باشد هم. من تا حال سیر شده به وی نخوابیدم. در هر 3 ماه 4 ماه که به دیه می روم، 1 شب با وی در کهدان بای می خوابم. سحر خیسته در رود آبازی کرده باز راه بیابان را پیش می گیرم. قریب از یادم برآمده بوده است. نظر به قول بای ارمان پهلوان شما را نامبر کرده با اقساقالها گفته است که شاکر غلام را در کجایی که بینید در همانجا دستگیر کنید. این چی گپ؟ مگر شما به او یگان بدی کردید؟ اول اینکه برای اینکه من در بالای مالیت، حشر، باقی و دیگر چیزها با املاکدارها مقابل برآمدم، او به من دشمن شده مانده است. دوم اینکه من به جدیدان همراه شدم. و جدیدها رو که کافر میگویند. شما را چی شد که با آنها همراه شده؟ گپی بیکار است. جدیدا هم ما و شما بر این آدمانند، مسلمان زادند و خودشان هم مسلمانند. آنها منفعت مردم را طلب میکنند. از بس که طلبات آنها به منفعت امیر، آدمان او و ملایان راست نیامد، آنها را کافر، مرتد گفتن گرفتند. یکی از طلبهای جدیدها حریت است. حریت شود مگر به تو فایده ندارد. در واقع همین حریتش چیست؟ بیشترین جنجال به بالای همین رفته ایستاده است میگویند. حریت همین است که بای، بیچاره، ملا، عوام، غلام، اصل زاده، کافر و مسلمان همه برابر میشن. نه خوب. هیچ کس به هیچ کس از بینی بالا گپ زده نمیتواند. از بوده است. آخرهای ماه ینوری سال 1918 بود. برفی که 2 روز باز پیوسته میبارید اکنون باز ایستاده باشد هم سردی هوا شدت کرده بود. دشت ها، دره ها، راه ها، کوچه ها، بام ها، تپه ها، همه جا پر از برف باشد هم حوله وسیع پالوان عرب را رفته تازه کرده بودند. از درون زینخانه صداهای گوناگون شنیده میشد. در همین هوای سرد در یک خانه زهردار همین قدر آدم را حبس کرده میماندن و از این گونه حبس کرده موندن تیزتر میکشتن بهتر بود. از این عذاب خلاص میشدیم. این گونه صداهای پردرد و علم
مگر به سرکار خلل رسانید که او در جواب آن صداها خاموش میخوابید. فردا به بخارا فرستاده میشوید. در آنجا در آبخانه ارک امیر یک خانه سنگین هست، گرم شده آسوده میشوید. چرا به احوال این فلاکت زدگان میخندی؟ چرا دل شکسته آنها را باز هم میشکنی؟ این فلاکتی که امروز به سر اینها آمده است عجب نیست که فردا به سر من و تو هم آید. حد ندارد که کسی به ما گپ زند. تو به سیسی به تازگی در آمده ای، حالا از رساله این کار خبر نداری. خاموش بخوابید. پگاهانی پیش از برآمدن آفتاب در روی حولی بای 2 عرابه تیار شد. از آدمان میرشب، قاضی، املاکدار و رئیس یک دسته حاضر شده اطراف عرابه ها را فرا گرفت. اینها عرابه ها را پاسبانی کرده تا بخارا رفتن میخواستند. میرشب به سیزخانه در آمده از کیسه اش یک کلید را برآورده قلف کلانی را که به در خردترک زینخانه زدگی بود کشادن گرفت. میرشب در زینخانه را کشاده فرمان داد: برایتان میگویم. از زینخانه هیچ حرکت و صدای شنیده نشد. مگر اینها مرده ماندند؟ میرشب سرش را به دریچه زینخانه نزدیک برده به درون آن نگاه کرد. او تعجب کنان سری خود را از آن دریچه درون کرده به هر طرفی درون زینخانه را از نظر گذرانید. میرشب دید که خشت و لای بین قلمه های دیواری پشت زینخانه که آن طرفش کوچه است کشادگی است. در درون زینخانه باشد غیر از پارچه های ریسمانی که در دست و پای بندیان بستگی بود چیزی دیگری نیست. اینها دیوار چوبکاری را با آسانی سوراخ کرده گریختند. دسته آدمان حاکمان که برای بخارا بردن بندیان تیار شده بودند با میرشب از پی گریزگان اسب دواندند. اما معلوم نبود که بندیان گریزه در کدام گوشه بیابان پنهان شده باشند. در بیابانی که در بین نورعطا و شافرکام هست، در خانه سیاه یک قزاق در گلخن هیزم سکسول گراس زده می سوخت. در اطراف گلخن چند کس نشسته در آتش دست و پایهای خود را گرم می کردند. یکی از این کسانی که در اطراف گلخن نشسته بودند گفت: در این گونه شبی تاریکی بی ستاره این قزاق راه را چگونه می یافته باشد؟ می ترسم که راه را گم کرده ما را به طرف نورعطا یا شافرکام
و یا اینکه با غیجدوان گرفته برد. اکنون هر چیزی که شود غیر از اطاعت کردن به همین قزاق چاره دیگری نداریم. چیزی که در پیشانه ما نوشتگی باشد دیدن میگیریم دیگه. یک نفر قزاق در حالتی که در دستش یک کوماچ و یک دانه چاینک و پیاله بود از در خانه درآمد. شمایان این نان را خورده و به این چاینک چای دم کرده نوشیده چق چق کرده نشینیتان؟ من به همسایه اولمون رفته یک چند خر و اسب یافته میآورم. پس از آن به راه میبرایم. پس از به راه برآمدن در چند ساعت به جیزخ میرسیده باشیم؟ من ساعت مات را نمیدانم. همین قدر را میدانم که اگر نمی شب از اینجا سوار برایم فرد چشتگاهی شمایان را از خاک امیر برآورده به دیار بلشویکان میرسانم. از اهل مجلس یک جوان 28-29 ساله چای را گرداند و پیاله اندک چای کشیده خودش نوشید. پس از آن چای کشیده به یک شخصی تخمیناً 65-70 ساله که کهنسالترین در آنجا نشستگان بود پیاله را دراز کرد. آقا گپ زدن شینید. صحبت غنیمت. کی میداند که فردا باز به سرمون چی ها می آمده باشد؟ چی گپ زنم؟ بس چی گپ زنم کی دردی من بسیار است. بابا طاهری لوری گفته است که اگر دردم یکی بودی چی بودی وگر غم اندکی بودی چی بودی ببالینم طبیبم یا حبیبم از این هر دو یکی بودی چی بودی. پسرم از خونخوری و ظالمی امیر گپ زنم یا از کار سر کردن بی تدبیرانه جوانان گپ زنم یا اینکه از مردن زن و بچگانم به دست جلادانی امیر گپ زنم یا اینکه از مجبور شدن خودم در این پیران سالی و گریزگی در این بیابان ها گپ زنم. گپ زن. از چی گپ زنم؟ شکر کنید امک. زنی کمپیر و فرزندان خردسالتان در دست جلادان امیر مانده باشند هم این پسرهای بر کمالتان در پیشتان سلامت هستند. شکر، هزار بار شکر. همه خانواده من، زنم، بچگانم، کلینهایم و نبیرهایم همگی در دست جلادان امیر ماندند. با وجود این صبر و شکر میکنم و امیدوارم که همه دهقانان را به مقابل امیر برخیزانده تخت و بخت او را با خاک سیاه یکسان کرده از وی نقار خود و نقار برادران کشته شده خود را میگیرم. دهقانان را به مقابل امیر برخیزانده نمیتوانید، زیرا شما و جدیدان شما دردهای دهقانان کمبغل را نمیدانیدون. راست وزنی. یا اینکه اگر دانیتون هم راهی دوا کردن آن دردها را نمییابیتون. اگر یابیتون هم دوا کردن نمیخواهیتون. مگر از دنبال من از بیابان به بیابان گشتن تو و سفر غلام قیام دهقانان کمبغل نیست؟ مگر شما را به مقابل امیر من نخیزاندم؟ میبخشید شاکرکه، میبخشید. یک چای گیرید. ما را شما به مقابل امیر خیزاننده نتوانسته بودید، لیکن شمال بلشویکی که از تاشکند و سمرقند آمد ما را خیزانید. پسرم کنی نزدیکتر بیایید، کنی گویید که کدام کاری بلشویک ها به شما فاریدن. کنی یک درسته که شنویم. از روی شنیدیم ما خوش بلشویکان مال ملکی بایها را گرفته و کمبغل ها تقسیم کرده می دادن و دهقانان بی آب و زمین را حمایت می کردند. راست. این هم یک بی ترتیبی دیگر است. مگر قزاق به این زودی آمد؟ سفر غلام بیرون برآمد و از دنبال او جوان چایکش هم برآمد. آنها دیدند که در اطراف خانه سیاه 15-16 سواران مسلح ایستاده اند و زود خود را در پسخمی خانه کشیده
منتظری فهمیدن احوال اینها گردیدند. یکی از آن سواران از اسب فرآمده جلوی اسبش را به یکی از همراهان خود داده به در خانه سیاه آمد. یگیت آقاسی در خانهتان گرم شوی ممکن است؟ او سری خود را به درون خانه سیاه خواند و پیش از آن که از کسانی در خانه بوده جوابی شنود، سری خود را پس کشید و به همراهان خود: فرویتا، از بالای توی برآمدیم. از کلانان جدیدان ملا شریف قربانی و شاکر غلام یافجینی که ایرانیان، غلامان و دهقانان را به مقابل جناب عالی اغوا کرده میگشتند در اینجا بودند. سواران شتابکارانه از اسب‌هاشان فرآمدند، میلتیق‌هاشان را در وضعیت پرانش گرفتند و خانه سیاه را پخش کردند. از آنجا شاکر غلام، ملا شریف و دو پسری او را دستگیر کرده بستن گرفتند. سفر غلام و رفیقش که این حال را دیدند از تاریکی شب فایده برده به آغوش بیابان گریختند و برفی که به باریدن در آمده بود نقش پای آنها را گورانده راهی گریزی آنها را از نظرها پنهان می داشت. بوران‌های زمستانی گذشته، روزهای نرمی بهاری رسیده بود. از این استفاده بردنی شده هیزمکشان تومن شافرکام به بیابان برآمدند. هیزمکشان هنوز بسیار دور نرفته بودند که آفتاب فرو رفت و تاریکی شب را که به سبب فرو رفتن آفتاب سر شده بود گردباد سخت برخاسته تیره تر کرد. حالا این اولی کار است. باید بارانی سخت هم سر شود بچه ها، زیرا ابر اگر از قبله خیزد سخت باران می شود گفتن. راست. این فال این هیزمکش درست برآمد. ابرهای سیاهی که از طرف غرب پارچه پارچه برخاسته بودند با یکدیگرشان پیوسته روی هوا را تماما فرو گرفتند. ستارگانی که پس از آفتاب جا جا نموده ایستاده بودند در زیر پرده های قفس ابر فرو پوشیده شدند. رعد گلدراز زد و از افق دور چراغک پریده یک طرف دنیای تاریک را اندک روشن کرده زود غایب شد. هیزمکشان هرچند چشم گشاده پوشیده نمی توانستند از حول جان می دویدند. خران از پیادگان پس می ماندند. برق با صدای دهشت‌آوری خود اکنون به بالای سری هیزمکشان نزدیک رسیده بود. یک چراغک که راست به بالای سری آنها پریده اطرافشان را روشن کرده گذشت، آنها را زیاده در بیم انداخت. اکنون احتمالی برق زنی نزدیک رسیده بود. خرانی پیر و لاغری مانده شده دو پای پیششان را به زمین تیر کرده سرشان را در میان آن گرفته از راه رفتن باز ایستادند. در پیادگان هم که هر کدام 4-5 پود هیزم را برداشته بودند اکنون برای قدم ماندن طاقت نمانده بود. بارانی که اول دانه دانه سر شده بود در 1 دقیقه چنان که از سوی هوا فواره سر داده باشند شراست زده باریدن گرفت. اکنون نشد. هیزم ها را با خران اینجا گذاشته خدا ما را به یگان گوشه سلامت کشیدنمان در کار است. چی گفتیتون؟ من از خودمان هم کیها امیدم را کندم. حاضر من در کجا بودنمان رو نمیدونم. در یک بیابانی که
ҷои сархалонӣ набошад ва ба кадом тараф рафтанатро ҳам надонӣ. дар вақти ин тӯфони бало чӣ гуна ба гӯшии саломат мерасӣ? ба фикри ман дар як ҷо нигоҳ карда истоданамон албатта моро ба ҳалокат бурда мерасонад. зеро ё дар сармо ях баста мемурем ва ё барқ зада сӯхта ҳалок мешавем. аммо агар ба як тараф нигоҳ карда рафтан гирем, агар роҳро гум кунем ҳам ба ягон курраи қӯтан ё ба сари чоҳи рост омаданамон мумкин аст. ҳезумкаш ҳанӯз сухани худро тамом накарда буд ки бо даҳшати аз одат берун ҳаво гулдурост зад. бо рӯшноии барқе ки аз паси ин рад парида буд, тамоми атроф монанди рӯз равшан шуда намудор гардид. ба чашми ҳезумкашоне ки аз ин равшании муфт фоида бурда мехостанд барои худ роҳи халосӣ ёбанд, аз дур сиёҳии як хонаи сиёҳ падидор шуд. манзили саломат ёфт шуд. рустам акаро бо хараш барқ зад. чӣ? ҳама бо изтироб ва ҳаяҷон ба пасашон нигоҳ карданд ва ба нури як чароғаке ки дар ин вақт зад, диданд ки дуртар аз қофила як ҳезумкаш бо хараш хобида аст. хайр, худо раҳмат кунад. агар зинда монем, фардо омада гӯру чӯб мекунем. ҳозир давидан ва гурехтан дар кор аст. ҳезумкашон боз қадри роҳро тай карда буданд ки ҳаво ором гирифт. ба қӯтан наздик расиданд. аз шикофиҳои хонаҳои сиёҳ ки қатор карда барпо карда буданд, нури заифи чароғҳои хирасӯз намудор гардид. эй, дар ин ҷо як авул пайдо шудааст ку ин қӯтани кӣ бошад? аз они ҳар кас бошад. барои мо як шаба ҷой диҳад шуд. чӣ гуфтед бачаҳо? исто! ин садо овози як милтиқдор буд ки ба ноҳгоҳ аз ҷояш давида хисте, пеши равандагонро гирифта милтиқашро ба онҳо рост карда ин фармонро дода буд: дастҳотонро аз остинҳотон бароварда боло бардоред. ин фармони дуюм дастҳоеро ки аз тарс ва сармо монанди шӯшаи ях шах шуда монда буданд ба ҳаракат овард. дастҳо боло бардошта шуданд. тӯдаи ҳезумкашонро ҷавонони милтиқдор печонда гирифтанд. чобук поймонед. бандиёнро ба қӯтани гӯсфандон оварда дасту по баста монданд. ба болои бандиён ки ғелида хобида буданд, чодиршаби сафид мекашид. бандиёнро ки куллук шуда дар миёнаи саргин ва шошаҳои гӯсфандон партофта шуда буданд, албатта хоб намебурд. яке аз бандиён ки ба як камиқ такя карда, хам шуда, рост шуда, печу тоб хӯрда, ҳаҳҳос занон зӯрзании бандии кӯҳансолро дид, гуфт: ака эргаш, ба шумо чӣ шуд? магар шикам печон шудед? дамшин, со намефаҳмӣ. овозатро набарор ки онҳо боз бедор нашаванд. ای کان سبیل مانده. زنده باش. زنده باشد. زنده باشد. شاد باش. را می‌زدم که چیلبوری پشمی بوزی البته نمی‌کند. لیکن دست‌هایتان را می‌برد. من یلا شوم. همه‌تان را خلاص می‌کنم. این سبیل مانده را چنان کرتوگون کردم که با همین قدر زور زدن هم کشاده نمی‌شود. اکا با دندانتون کشوید. با دندانتون. عجیب گپ زدی ها. با بجوله که پای خودم دندان خودم چطور میرسد؟ به من پایتان رو درست کرده خودتان بخوابید. من با دندانم کشویم. ایستا. یافتم. وای چیست؟ دیگه شکا. در وقتی که هیزومی در پشتم بوده را در چول میپرتافتم. داسم را که در هیزم خلاندگی بود یگان وقت در کار می شود گفته گرفته به میان بندم.
از تک جامه خلانده مانده بودم. در حقیقت در وقت بسیار ضرور به کار آمد. لطه بسته رو هم میگرفتید میشده است. خیریت که وی را نگرفته بودم. اگر وی از پیش ما یافت میشد، از 100 جانمان 1 جانمان هم سلامت نمیماند. مگر حالا سلامت ماندیم؟ حالا اگر گریختن نتوانیم، حبس کنند هم باید نکشند. زنده ماندنمان احتمال قوتناک است. راستش را گویم، در وقتی همین طور نزدیک آمدن کار، من مردن را هیچ نمیخواهم. من هم. ایرگش که دست و پای خود را تماما کشاده بود، بندی دیگران را هم کشادن گرفت. بندی های یله شده به کشادن یکدیگر یاری داده، در 15 دقیقه دست و پاهای کرخ شده مانده خودهاشان را یازاندند. اکنون چی کار میکنیم؟ چی کار میکنیم؟ میگریزیم تیا؟ این طور باشد راه سر کنید بچه ها. آرام آرام. از راه قوره برآمده نمی شود. آنجا در روبرو خانه های سیاه است. عجب نیست که آنها با صدای پایمان بیدار شوند. به یک بارگی برآمدن همه‌مان هم مصلحت نیست. اول من یک راه یافته برآمده تجربه کرده میبینم. اگر من خلاص شوم، شمایان هم یگان یگان از آن راه برآمدن میگیریدان. فهمو؟ ایرگش رفته دیواری در طرف مقابلی برآمدگاه قوره بوده را تخمین کرده دید. دیواری قوره که از زمین کنده شده بود، چنان هموار و سفته بود که یگان جایی دست و پا اندرمان شونده نداشت. او برگشته به پیش بندیان آمده، زمین را دست کرده یک چیز را کافتن گرفت. چطور راست؟ برآمده می شود؟ یک کار میکنم. باداس. در وقتی که ایرگش برای راه کشادنی به خود بادمی داس، دسته های خاری در لب قوره بوده را به یک طرف میکشید، دسته خاری غلیده به درون قوره افتاد و گوسفندان گویا که گرگ خود را به بالای آنها پرتافته باشد، سخت رمیده از جایهایشان جسته خسته تپراس زنان به طرف دیگری قوره گریختند. سگ آرام گرفت، اما با غریش و عکاس او صاحب قوره بیدار شده برآمده دید که یکی از بندیان به دیوار قوره چسبیده کوشش دارد که برآید. با هیجان فریاد کشید. خزت نمانید، بندیان گریختند. با کجا گریختند؟ با کدام طرف گریختند؟ هنوز نگریختند، لیکن اگر من بیدار شده نمی برآمدم حتما میگریختند. جوانان میلتقدار برای بستن بندیان چیلبورهای پاره شده را که برفالود شده مانده بود چیده گرفتند. ریسمان ها را با این سختی کندند؟ نابکاران. نکندند، بریدند. این خدا بخبران کارد هم داشتند، اما ما ندیده بودیم. کنی کارداتان را دهید. ما کارد نداریم. نزن میمورد. همه‌شان را از یک سر کوفته میبینیم. اگر این گونه خدا بخبر بمورد هم صدقه سر. از در رو کشتن چی فایده؟ فردا از اینها بسیار سیرها را فهمیده گرفتن ما ممکن است. انا پس از آن هر کار کنیم کردن میگیریم. بندی ها را از یک سر کافته دیدند، اما از آنها کارده یا خنجری نبرآمد. چیلبورهای پاره شده را به هم پیوسته با آنها بندیان را باز کلوک کرده به یک کمیخ بستند. او یکی از یک کمیخ زیادتی کرد کو. چی؟ کنی بندی ها را شمرده بین. همه‌شان 7 کس بودند. شمردم، حاضر 6 نفرند. درست. آن پیرسگ گریخته است. خوب کاری ناشدنی شده است. اکنون بیابان را کوفته دیدن در کار است. آن پیرسگ از کدام طرف گریخته و چگونه گریخت؟ انا از آن طرف دیوار گریخت. وقتی که میلتقداران به زیر دیواری کوچه رفته جای ایرگش برآمده گریخته را از نظر گذرانیده چقرچه های در دیوار کافته شده را دست کرده می دیدند، پای یکی از آنها
در زیر دیوار به چیزی برخورد و خم شده آن چیز را از زمین گرفته گفت: هر کار را انا همین کرده است. آن چیز داس ارگش بود که برای رفیقان خود آن را در زیر دیوار پرتافته گریخته بود. خوب، کی باشد کرده است و چی باشد شده است. اکنون فرصت را از دست نداده از دنبال آن پیر سگ افتادن در کار است. ملتقداران پس از آن که به سری قوره و بالای بندیان پاسبان ماندند، یک چند نفری آنها اسب‌های بیزین را سوار شده به آغوش بیابان نگاه کرده دواندند. پس از 1 ساعت ملتقداران که از پس ارگش رفته بودند پس گشته آمدند. پاسبان پرسید: بعد از در آوردید؟ نه، اون پیرسگ به دست نافتاد. او پیرسگ نبوده است، بلکه پیر روباه بوده است که گرگان جوان را مرچ خورانده رفته است. بندی ها به غژدوان فرستاده شدند. همان روز در چول شافرکام در درون خانه سیاه یک قزاق در گلخن هیزم سکسول شتراس زده میسوخت. در اطراف گلخن روزی، سفرغلام، قلمراد، کامل، یوسف دستهای خود را گرم کرده می نشستند. ارگش لطه بسته ای را که شبانه از بین چیزهای هیزم کشان گرفته گریخته بود به پیش آنها کشاده، از درون آن گزیته ها و بیان نامه ها را برآورده به آنها نشان داد و مضمونی هر کدام آنها را به آنها گفت. پس از آن همگی درباره چگونه در بین مردم پهن کردن آن گزیته ها و بیان نامه ها به مشورت درآمدند. در سال 1920 در آخرهای ماه اوگوست در تمام قلمرو بخارا از آن جمله در تمنهای شافرکان و غژدوان حرکت و هیجان زیاد شده بود. امینها، آقسقالها
بایها، ملاها، النوکرها و عملداران این تومنها شب و روز از بازار به بازار، از دیهه به دیهه اسب می دواندند. عبدالله بای بچه غجدوانی به هیئت امین شافرکامی که به او در بازار غجدوان راست آمده بود درد دل می کرد. وظیفه ما در این غذا از وظیفه تومنها و ولایت‌های دیگر بخارا کلانتر و دشوارتر است. چطور؟ از بس که تومنهای ما در بالای راه ترکستان و بخارا واقع شده است، هر ضربه‌ای که از طرف بلشویکان آید اول به ما میرسد و هر هجومی که با آنها کرده می شود باید اول ما کنیم. فقرای حاضره فقرای 2 سال از این پیشتره نیست. 2 سال پیش از این چشم فقرا بستگی بود. بعضیش از ترس باشد، بعضیش از تگ دل ما بود. هر چی گویم لب بای خوش تقصیر می گفت. یک کس را اگر این جدید یا بلشویک از گفته نشان می دادیم، ما دست نرسانیم هم خودش آن آدم را زده می کشت. در این 2 سال بسیار کارها شد، بسیار آبها آمده رفت و بیشترین چیزهای کهنه را سیل گرفته بود. چگونه آب بوده است و چگونه سیل بوده است آن؟ صبر کنید بای بچه، همش رو میگوییم. ما چقدر سخت گرفته باشیم و چقدر بندهای سخت انداخته باشیم هم جاسوس های بلشویکان کار خودهاشان را کردند. آن گازیته و بیاننامه آن بلاها را در هر طرف پهن کردند، در هر جا خوانده دادند، اغوا کردند. خلاصه کاری کردند که عامه دهقانان از ما روگردان شد. ما در راه خود راست باشیم، حق به جانب ما باشد. در وقتی که جناب عالی در تخت خود برقرار باشند، چرا به اغوای کافران و بیدینان دهقانان از ما رو میگرداندند؟ بلا در اینجاست که ما در راه خود آنقدر راست نگشتیم. به بهانه غذا اندازهای بالای هم، هر انداز را 10 چند کرده ستانده 9 چندی آن را به کیسه زدنها، برای سرباز مردم را به آدم خریدگی مجبور کردنها، امروز این آدم را گریزانده فردا به جای او باز آدمی دیگر خرانیدنها، سرباز میکنیم گویان بچه های امرد مردم را به زور آورده به یوزباشی، به سر کرده حتی به خود جناب عالی محرم کردنها. چی نوع بودن راه ما را نشان میدهند. اکنون این مردم را به میدان جنگ برآوردن بسیار دشوار است. امین، اینقدر ایمانتان را ضعیف نکنید. اگر جاسوس های بلشویکان چی بودن آنها را فهمانده پای برهنگان، اغواگران و ورانکارانی گشنه پرزور را از ما گردانده باشند، بایها، بدولتها، ملاها و با آبروها هم کی بودن بلشویکان را فهمیدند؟ اگر جناب عالی اندازهای برزیاد انداخته باشند، بلشویکان هم با بایها کنتریبوتسی انداخته گرفتند. انا همین بایها و با آبروها برای نگهداری مال و ملک خود مجبورند که از دنبال ما روند. لیکن اینها کمند. به مقابل هر یک بای یک چند کمبغل می افتد که اینها به ما مقابلند. مردم گوسفند است. از هر قشلاق اگر 5 بدولت برآمده پیش درآید، دیگران از دنبال وی می افتند. اگر یکی از اینها مانند گوسفندی از رمه برآمده خود را کنار گیرد، چوب را نشان داده به او پوپیسه کنیم، در را به توته همراه می شود. درست است که مردم از این پیش هم گوسفند بود، حاضر هم گوسفند است. لیکن گوسفند 2 سال پیشتر اگر آدمان حکومت را سگ بر این بد بیند هم او را پاسبان خود دانسته از وی نمی گریخت. گوسفند حاضر باشد آدمان حکومت را گرگ می شمارد، برای دست به گریبان شدن با او زورش نرسد هم از او می گریزد، از دنبال او نمی رود و با وی اطاعت نمی کند. به اطاعت ها را زدن، کشتن، گرگوار شکمشان را کفاندن در کار است. خوب، در بازار کشمکش کرده ایستادن ما و شما نقص نیست. امشب در مجلس در پیش 4 حاکم و کلان شوندگان تومن گپ را یک جای مانده، فردا کار سر خواهیم کرد. اختیار دارید. خوب، سلامت باشید. خیر، تا دیدن.
یکم سپتامبر سال 1920 روز چهارشنبه بود. با وجود اینکه آن روز بازار غژدوان بود، بازارجای تماما خالی می نمود. در شب از یکم به دوم گذرنده سپتامبر در بندیخانه میرشبخانه غژدوان شقراس زده ساده شد. باید جلاد باشد. خدا میکرد که جلاد می آمد. از این گونه زندگی مردن 1000 بار بهتر است. نه من هر روز 1000 بار مرده 1000 بار زنده شده پیوسته عذابهای جانکنی کشم هم پیشتر از دیدن آن روز مردن را نمیخواهم. آن روز چگونه روزی با لذت است. اگر میدیدم به شیرینی آن روز جان میبخشیدم. آرزوهای ناشدنی را مانید اکی خطریچگی. امروز میشود فردا میشود گویان همین قدر وقت باز ما را منتظر و امیدوار کرده آمدید. بر بالای این همه عذاب و عقوبت و مشقت و فلاکت این انتظاری بی آخر باز یک بلای دیگر شد. انتظاری بدتر از جان کندن است گفتند. اکنون بس است. اکنون از این گونه زندگی سیر شدیم. اکنون مردن در کار است. در وقتی که بندیان با یکدیگرشان درد و الم می گفتند، دری یله شده بندیخانه باز بسته شده باشد هم نه از جلاد و نه از کسی دیگر هیچ اثر پیدا نشده بود. کی بوده است این؟ دمیستتون گوش اندازیم. معلوم خواهد شد باید یگان کار باشد. وای جانم، وای جانم. کیستی تو؟ آدم است یا حیوان؟ اجین است یا شیطان؟ زودتر جواب ده. کیستی؟ گپ زدن خیر. کی بودند را در حال معلوم کن وگرنه حاضر زدم میکشمت. حاضر خودی من مرده ایستادم، سرم کفیده خونی بسیار رفت. خب به تو چی شد؟ نقل کن. جنگ سر شد. جنگ سر شد. بعد چی شد؟ بعد مردم را برای به غذا برآوردن غم کرده بودند. من آن معرکه را به معرکه کرمداه مانند کرده بودم. این سخنی مرا شنیده بودند. وقتی که مردم به غذا نرفته از راه گریخت، مرا اغواگر گویان دستگیر کردند، زدند و به اینجا فرستادند. شکر که از مردنم پیشتر دیدم. اگر انقلابچیان زور برایند البته خواهیم دید. اما اگر مانند انقلاب 2 سال پیشتر باز مغلوب شوند این آرزو را به گور خواهیم برد. ما در این جنگ زور میبراییم. کاشکی انقلابچیان در این جنگ خوب تیاری دیده نغز مسلح شدند. فرزندان دلیر مضافات های بخارا با انقلاب همراه شدند. به ناموسترین اسکران امیر هم به طرف ما گریخته گذشتند. امید دهقانان باشد، چنان که این جوان ناشناس میگوید برای یاری امیر به جنگ نبرآمده است، لیکن از امیر گشته است. به بالای اینها مهنتکشان روسیه، اسکران سرخ کارگر و دهقانان روسیه و بولشویکان ترکستان به ما یاری میدهند. انا در این گونه حالت البته ما زور میبراییم. ما زور، ما غالب، ما مظفر. هنوز این ترانه های زفری بندی خطرچگی به پایان نرسیده بود که به دری بندیخانه آمده ایستادن چند نفر معلوم گردیده صدای کشاده شده ایستادن قلف دری بندیخانه بلند شد. آمدند ما را آزاد خواهند کرد. ما را آزاد میکنند. در یله شد. یک شخص مشعلدار سری مشعله‌اش را
خم کرده از در بندیخانه درآورد. بندیانی که 6 ماه باز در این خانه تاریک روزانه هم یکدیگر را دیده نمی توانستند، در نیم شبی چشم برای یکدیگر انداختند، اما چشمانی در تاریکی عادت کرده اشان به پیش نوری مشعل تاب آورده نتوانسته به زودی و بی اختیار پوشیده شدند. بندیان را که بندهاشان را کشاده بودند بروی حولی میرشبخانه برآوردند. در میانجای حولی اینها را یک دست کسان یراقدار احاطه کرده گرفتند. دلهایی که به آزادی امید بسته بودند دوباره به ناامیدی افتادند. یکی از آدمان میرشب پیش آمده دستهای بندی خطرچگی را پیشبند کردن گرفت. این کار چنان که به همه مردم بخارا معلوم است علامت کشته شدن آن آدم به شمار می رفت. ما را با حکمی که کشتن می خواهید؟ با امری سلطان بیگی میرشب. کی باز به کلی سلطان حقوقی آدم کشی داده شد؟ آدمی میرشب که دستی بندی خطرچگی را بسته شده بود، در حالتی که شبوش‌های از دست و آستین بندی به دست خودش گذشته راه رفته ایستاده را چیده می پرتافت، جواب داد: از بازی که نزاعی جدید و قدیم برآمده است، سلطان بیگی میرشب انا از همین شبوش‌هایی در بدن تو بوده هم بیشتر آدم کشته است و چقدر که مردم شبوش را با آسانی کشند همان قدر با آسانی هم کشته است. در همین گونه زمانی پر عاشق کدام احمق حکم امیر را منتظر شده می ایستد؟ پس از آن که دستهای بندی‌های دیگر هم پیشبند کرده شدند، آنها را حی کرده از دروازه میرشبخانه به کوچه برآوردند. گرداگرد بندیان را آدمان میرشب که با شاف و سیبند مسلح شده بودند پیچانده گرفتند. پیشاپیش بندیان 2 نفر که در دستهاشان کلتکچه و در میانشان کاردی دودمه را در غلاف کرده آویخته بودند می رفتند. اینها جلاد بودند. بندیان را لبلب رودی پیرمست به طرف غرب نگاه کرده می راندند. بندی خطرچگی و بندی ناشناس نو که به یک بندی دیگر تکیه کرده به زور راه می رفت نگاه کرده گفت: ما در وقتی که هیزم کشی میکردیم 7 نفر بودیم، باز ما 7 تن شدیم. مانندی ستارگانی 70 آسمان. لیکن در وقت مردنت زبان برآوردی کو؟ من حالا نمیمورم، با کشته شدن شماها هم راه نمیدهم. نمو یک کرامت کن، بینیم. در راه از طرف غرب اسبها عرابه ها آمدن گرفتند. از کنارتری راه ای کنیتون عرابه هاتون را و یک گوشه گیرتان. آخر آدمان میرشب مجبور شدند که بندی ها را به کنار کوچه برآورده از آنجا حی کنند. بندیانی که از کنار راهی تا رفت تنگتر شونده رانده می شدند به زور از دهنه بازاری کاهی غژدوان برآورده شدند. در آنجا آدمان میرشب بندیان را به طرف چپ به میدانچه‌ای که در سری تنگکوچه‌ای به مزار خواجه عبدالخالق غژدوانی رونده واقع شده بود برآوردند. بندیانی که در این میدانچه معلوم آورده شدند مرگ نزدیک آمده خود را انتظاری برده می ایستادند. عقیبی راه گذران کنده نشد. آدمان میرشب که برای کشتن قربانی های خودشان خالی شدن راه را انتظاری می بردند دلتنگ شدند. آخر سردار آدمان میرشب به جلادان نگاه کرده امر کرد: سر کنید! با شنیدن این فرمان یک جلاد بندی خطرچگی را از پایش با کلتکچه اش زده روی ناکی غلطانید. با چشم خودم دیده نتوانستم. آدمان میرشب او را به زمین پخش کرده و دهانش را با دستشان گرفته آوازش را بریدند. در این وقت از نزدیک صدای ملتقی برآمده دود آن بر سر آدمان میرشب و بندیان گردش کرد. سردار آدمان میرشب به زمین افتید.
جلاد کاردش را که برای راندن به گردن بندی خطرچیگی از غلافش برآورده بود راست کرده به طرف کسی که میلتیق خالی کرده بود دوید، اما جلاد پیش از آن که به آن کس رسد از جگرگاه خود کارد خورده غلطید. آدمان میرشب و جلاد دیگر بندیان را به حال خودشان مانده به هر طرف گریختند، اما به جای آنها اطراف بندیان را یک چند نفر جوانان که با میلتیق، تپانچه و یک کارت ها مسلح شده بودند فرا گرفتند و فرصت نگذرانیده دستهای پیش بند شده آنها را کشادن گرفتند. بندی خطرچیگی که از زیر کارد جلاد سلامت خیسته بود به بندی نو گفت خلاص شدیم. 100 بار شد. هیچ باقی نمیآید. آزاد شدیم. نامت چیست شیرمرد؟ کرامتت درست برآمد کو؟ رستمی اشکی. تو شاگردی دیرینه خودم بودی کو؟ من اورون نرکلا. شما تا حال زنده بودید یا؟ من از 25 سال باز که گریزه شده گشتم، نام خود را پنهان کرده به سبب بیشترین در طرفهای خطرچی گشتنم با خود خطرچی لقب داده گشته بودم. بنابراین زنده و یا مرده بودن من و شمایان معلوم نبوده. واخوردی و چکچک ثانی می شود. حالا دستهاتان را کشاییم. شیفرا تو چرا اینقدر دیر موندی؟ قریب بود که ما تلف شویم. میبخشید رستمکه؟ اولش این که ما هیچ گمان نداشتیم در همین شب، در شب اولی بندگی شما را با کشتن برآورد. دویم آن که ما برای قدر یراق به دست در آورده میری شبخانه را پش کرده شما را خلاص کردن، در هر جای باب که راست آوردیم راه گریزگان را گرفتیم و با این کار خیلی وقت را از دست دادیم. خب جنگ چی شد؟ امیر در کجاست؟ در جنگ امیر شکست خورد و این انقلابچیان شهر را گرفتند. اینها گریزگان امیرند. زنده باد انقلاب! زنده باد انقلاب! خود امیر در کجاست؟ خود امیر هم در قطار همین گریزگان است. انا خودش. همه بندیان خلاص شده و جوانان خلاصکار به راه نگاه کردند. اسبان در زیر تازیانه پی در پی فایتونچی با حول جان دویدند و در 2 دقیقه به چپ گشته از نظرها پنهان گردیدند. امیر می گریخت. در میدانچه کششخانه غیر از مشعلی از دست آدمان میرشب افتاده چیزی دیگری نمی نمود. از کدامین یک گوشه بخارا آواز به گوش می رسید. ای اسیران، وقتی آزادی ما رسید، مژدگانی دهید ای فقیران. در جهان صبح شادی دمید، تا بکی غصه خوردن به حسرت، بعد از این شادمانی نما. بس جفا، بس ستم، ای عدالت در جهان حکمرانی نما. انتقام، انتقام ای رفیقان، ای جفا دیدگان، ای شفیقان. بعد از این در جهان حکمران باد، رنج بر برزگر با اتفاق.
شما قسم سیوم رادیو سپیکتاکل را از روی رمن استاد صدرالدین عینی غلامان شنیدید. رالها را ارتستان تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و ارتستان تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدف اجرا کردند. موسیقی اعظم سالیف، برنده عبدالقادر منیازف، رژیسور مقدس رسولوه، رژیسور آواز گلچهره لطیفوه، محرر حاکم بیک حامیدف. این گفتار سال 1987 به لنته آواز ثبت گردیده است. پایان گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر.